درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه گنجور است و ما تصمیم گرفتیم که امروز درباره یک هنر بسیار هم نادر، هنر سازتراشی صحبت کنیم و همین سازهای زیبایی که حالا اطراف ما هست یک زمان چوبی خشک و نالازم بودن که با مهارت و زحمت به همین گونه یک اسباب نادر و زیبا و خوش‌صدا تبدیل یافتند و امروز ما در حلقه هنرمندان محبوب این دیار، هنرمندان محبوب ولایت سوخت قرار داریم. یکی از سازتراشان مشهور تاجیکستان میرزا منصور رحمتوف که همین سازهای زیبا را تراشیدند، همین گونه سازهای زیبا می آفرند و حافظ خلقی تاجیکستان عبدالرحیم شیرمتوف و همچنین نامزد علم‌های صنعت شناسی سلطان علی خدایبردیف نیز در اینجا هستند، همچنین شاگردان ایشان جانبک و اهل دین که همگی با موسیقی، با صنعت سر و کار دارن، خاصه با صنعت موسیقی کلاسیکی تاجیک. و باعث خوشنودی است که آخر سال 2024 ساز رباب به روی خط غیر مادی یونسکو از جانب تاجیکستان، افغانستان، ایران و ازبکستان پیشنهاد گردید و وارد شد. این هم در آسیای مرکزی ساز رباب یک ساز بسیار معروف است، صدای خیلی خاص و دلنشین دارد که در ابتدای برنامه با یک نوازش فورا برنامه ما را آغاز کرد. خب درود دوستان، من میخواستم که درباره همین رویداد نادری که در آخر سال 2024 رخ داد کمی حرف زنیم. ولی تشکر میگم البته برای فرهنگ خلق تاجیک یک واقعی خیلی تاریخی می باشد که یکی از سازهای اصیل خلق تاجیک امروز با یکی از تشکیلات های بین الخلق یونسکو نامنویس شده است. این افتخار ما هست. البته موقع ساز، یعنی جای ساز در فرهنگ موسیقی ما خیلی بزرگ است. بله. چون که هر یک هنرمند فکری موسیقی خودشون البته با ساز موسیقی افاده میکنند و یکی از همین سازها رباب می باشد. هر یک پرده ساز و ساخت ترکیبی خود ساز موافق موسیقی ملی ما هست. برای همین هم مردم از قدیم الایام همین ساز موسیقی تا با امروز نگاه داشته، در همین ساز موسیقی ملی خودش، موسیقی سنتی خودش انکشاف و رشد می‌یابد. بله. این یک مسئله دیگر خودی ساز رباب یکی از سازهای حافظه با شمار می رود که حافظه و در همین ساز سرودهای خودشون ایجاد کردن و خصوصیت ساز در چه هست؟ یکمش که پرده خود موسیقی درست افاده میکنند، دوم که شنوایی خود حافظ با واسطه همین ساز افاده خودش می‌یابد. سوم جهتش ضرب آهنگ خود ساز افاده کرده میتونه. من همین جهت ها آورده رسانید که ساز رباب در دست هنرمند، در دست حافظ یکی از عامل های خیلی مکمل به وجود آمده. تشکر زیاد. شما بیشتر به تراشیدن سازهای موسیقی مشغول هستید، خاصه ساز رباب. اصلا همین ساز رباب رو چگونه ساخت میسازید؟ از کدام اشیاها شکل میگیرن، آماده میشوند؟ اصلش رباب از قدیم استادانی که ساخته آمدن میگفتن که یک از توت باید که همین کاسه خانش از توت شود، انا بعد دستش از چهارمغز، انا بعد گوشکش هم از چهارمغز، انا بعد طرفی روی دسته باید که از زردالو شود. شود یک ساز رو انا همین چیز منی کاسهش از توت ساخته میشد، انا دستش طرف قفاش از چهارمغز، طرف 5 میلیمتر بالوش از زردالو ساخته میشد. چهارمغز بردن بعد البته چهارمغز یک تاب میخورد و در وقت های آخر شکلش گم کردنش ممکن. برای اون که شکلش گم نکند از بالوش درخت استرکتور روی گلی درخت چپه کرد زردالو اگر رویش بچسبانیم این دوران درو سالهای بسیار راست می ایستد. اگر این چیز کمتر قطع شود
این پرده دیگرش بریسته آواز بینور میبرد یا نوجور میشد. من مثلا یک استادم انا ازور با جناب استادم محمد علی ممیدوف از دستی و آدم رفتم من کار یاد گرفتم. من با استادا اینجا شریف جان نیازی یک دادا اکا هم و یا هم خیلی بسیار استادایی که همین کار که سر و کار دارن انا من رفته با وها مصلحت کرده انا این نازوکه های گفته خیلی کار فرنده حاضر به انا درجه در کاری که صنعتکار معقول میکنه که اسباب های موسیقی ساخته هستیم صنعت ها رو. رباب 5 تار داره. 5 تار. 5 تار در قدیم تار اول رو تار نقرگی میگفتن یا طلایی میگفتن نه؟ در یک تار خودش و نام خودش هست. بله. برای همین هم هر یک تارهای اینها هم یک نامهای خودش که معرفی کرده می شود. و اینها نوتا ها هستند. بله این پرده ها هستند. این در مثلا زبان موسیقی ملی پرده میگه. بله پرده بند میگیم اینا. بله. این اصلا با نام رباب قشقری معروف است چون همین شکل از قشقر برآمده است. البته این اصلی این ربابی که امروز در دست داریم این اصلش از رباب قشقری به وجود آمده است. رباب قشقری یک خصوصیتش است اصلی اینها پرده بندی کرده میشه مثل در تار دو تار یا تنبور که پرده بندی شده است. اصلی رباب های قشقری پرده بندی کرده شده است. لیکن سالهای 40 50 وقتی که ارکسترهای ملی در تاجیکستان با سازهای ملی ارکسترهای ملی تشکیل کرده می شود بعد اینها مطابق می کند به همین ارکستر و همین پرده های گرفته به جای پرده ها آهن های مقرری میماند که این خراماتیکی میگوییم اینا از نیم پرده ها عبارت است که با فورتپیانو جور کرده شده است. یعنی در اساس همین رباب یک چند رباب های دیگر نیست کار اومد برای ارکستر. اویله رباب ها با وجود اومد مثلا رباب پریما میگیم رباب تنور میگیم رباب باس میگیم رباب باریتون همین خیلی یعنی یک 4 نمود رباب ها اویله رباب ها ارکستر مطابق کرده شده است. خدا در نظر از روی تو ما را بگذار که در روی تو بینیم خدا را بگذار که در روی تو بینیم خدا را تا نکت جان بخش تو همراهی صبا شد تا نکت جان بخش تو همراهی صبا شد خاصیتی ساست دمی باد صبا را خاصیتی ساستمی باد صبا را میخواستم آسوده به کنج بنشینم بالای تو ناگاه برانگیخت بلا را گر یار کند میل هلالی عجبی نیست گر یار کند میل هلالی عجبی نیست شاهان چی عجب گر بنوازم گدارم شاهان چی عجب گر بنوازم گدارم. خب ساز رباب تاریخ خیلی قدیمه دارد. حالا در سرچشمه ها حتی از زمان ساسانیان یادآور می شوند که ساز رباب وجود داشت ولی با گذشت زمان شکل‌های خود را عوض کرد و تا به امروز رسید. یعنی در هر یک دوره یک شکل
نمودی خود را داشت. حتی میگویند که یک تاره هم بود و دو تاره هم بود و سه تاره بود. مثلا یک تارهش رو اصلا شاعران، اونهایی که با ادبیات سر و کار داشتن اجرا میکردن و اون سه تاره را مطربان را میشکران، اصلا اونهایی که بیشتر با موسیقی سر و کار داشتن و امروز به این شکل رسید. من میخواستم یک کمی درباره تاریخی همین ساز صحبت کنیم. ولی البته هر یک ساز موسیقی یک تاریخی خاص خودش دارد. آن چیزی که یادآور کردید از زمان باربد، پیش از اون هم دوره دولت ساسانیان که یکی از حافظهای درباره این باربد بود. باربد هر یک روزی شاه به یک سرود نو ایجاد میکرد و در بعضی سرچشمه های ادبیات ها این خسروانی هم میگه، چون پرویز خسرو بود و خسروانی هم بعضا یادآور کرده می شود. البته در دست باربد یک سازی بود که امروز ما در بربد میگوییم و امروز در شکل همین بربد تا به امروز عود به شکل عود رسیده آمده است. البته در برابر سازی مثلا سازهای مشهوری که امروز یادآوری می شود در پهلوی این رباب هم بود. چرا؟ ما فقط از تاریخ سرچشمه‌های تاریخی فقط اون سازهایی که در تاریخ نامنویس شده است، در رساله ها نامشون نامنویس شده است، اینهای ما درک کرده میتونیم. لیکن یک فکر دیگر است که در برابر این سازها بیرون از دربار در بین خلق بسیار سازهای گوناگون هم وجود داشتند. فکر میکنم که همین ساز رباب هم یکی از سازهایی که در بین مردمی بودن. از نقطه نظر امروز اگر نظر کرده ببینید چقدر خیل‌های رباب وجود داره. رباب بدخشی، رباب افغانی، رباب قشقری، رباب تاجیکی میگوییم و غیره است. یعنی اینها خودش دلالت می‌دهد که هر یک در بین خلق ساز رباب خیلی آزادانه استفاده برده می‌شده و حتی در اشعار نظامی گنجوی نیز درباره رباب گفته شده است. مثلا اگر در قدیم چنگ بسیار معروف بود، بسیار در ابیات‌های شاعران استفاده میشد. رباب نیز همین گونه بود که مثلا شاعران از آن استفاده می‌بردند، در شعرهای خود میگفتند و عموما یک ساز بود که در میان مردم همیشه دلخوشی می‌آورد و چنانکه که در بالا گفتیم این سازی ساده تر است. یعنی از خود کردن آن برای آن نفرانی که به موسیقی رو می‌آورند کمتر دشواری می‌آورد، چون که به پرده ها تقسیم کرده شده است و همین پرده ها آنها را وادار می‌کند که زودتر موسیقی رو از خود کنند. درست گفتید. امروز می‌دانید در تمام مؤسسه‌های موسیقی کسبی، از آن جمله در مکتب‌های موسیقی بچگانه، در کالج‌های صنعت، در مکتب‌های عالی، انا یک صنفی مخصوص رباب امروز وجود دارد و این بیهوده نیست، بی سبب نیست، چون که چخیلی قید کردیم ساز رباب از نقطه نظر تعلیم، یعنی یاد گرفتن موسیقی خیلی ساده تر هست نسبت به دیگر سازها. مثلا تنبور گیرید، تنبور مثلا پرده‌های خیلی غوص دارند، یکی از مرکب‌تر هست و یاد گرفتن مثلا تنبور، تعلیم گرفتن با تنبور دشوارتر است. برای من امروز در تمام مؤسسه‌های مکتب‌های موسیقی رباب بیشتر پهن شده است و با واسطه رباب به عالم موسیقی با یاد گرفتن رباب وارد می‌شود. بنابر همینم یکی از خصوصیت‌های رباب این ساده بودن خودی ساخت رباب هست و در موسیقی کلاسیکی زیاد استفاده می‌شود. در همه ژانرها. ببینید که امروز کمپوزیتورها، اثرهای کمپوزیتورها در ساز رباب اجرا کرده می‌شود. بسیار اثرها مخصوص با رباب آفریده است که از نقطه نظر اونیورسالی بودن ساز رباب دلالت می‌دهد که در همه موسیقی ها با واسطه این پرده بندی که مخصوص ساخته شده است در همه موسیقی حتی جهانی هم اجرا کرده ممکن است. و حتی موسیقی همین ساز رباب نه تنها مثلا در میان مردم آسیای مرکزی، این ساز در اروپا و امریکا نیز هست. یعنی با شکل و با نمود خاص خود آنها ساز رباب دارند و رباب یعنی همین مانند به همین واژه رباب در آنها نیز استفاده می شود. اصلا معنای خود همین کلمه رباب این است که یعنی یک موسیقی محزون و گوشنواز از آن می‌براید. بله. خب اینجا دو نفر جوانانی که به صنعت موسیقی نیز بسیار مایل دارند
و با ساز رباب با آهنگ‌های زیاد اجرا میکنن. اینجا در نزد ما نشستن جان بیگ و علیدین. ما از ایشان خواهش میکنیم که برای بیننده تلویزیون با همین سازهای رباب آهنگ اجرا کنند. یعنی با ساز رباب می شود که در برابر آنه که موسیقی کلاسیکی تاجیک، موسیقی عنعنوی تاجیک را اجرا کرد، همچنین اثر کمپوزیتوران را نیز اجرا کرده می شود. یعنی امکانات تکنیکی خیلی زیاد دارد. هر یک دور زمان خصوصیات خودش، امکانات خودشون رو تغییر دادن. این پیش از همه اساسی نقشه اساسی این هنرمند میبازد. ساز این یاری دهنده هست و ببینید که در موافق زمان سازها خصوصیات خودش
بعد امکانات استفاده خودشون با نسبت به ژانرها انا تغییر میدهد. از اون جمله من حضور خیلی که میبینیم شاگردا در اثرهای کمپوزیتورهای اجرا کردن که اینها خصوصیت عموم جهانی دارند، فقط ملی نیست بلکه بیرون از ملی اونیورسالی هست. دیگر ملت‌های آهنگشون هم موسیقیشون هم در رباب امروز نواختن امکانات دارند. در قبل در تاریخ ساز رباب رو اصلا پوست ساز رباب رو از پوست حیوانات خواسته از پوست آهو می ساختند. خب امروز چگونه است؟ امروز از چی می سازند؟ انا اکنون خوشبختانه از خوجند باستانی ما دریای سیر میگذرد. انا از این دریا ما ماهی لقه ماهی میگن یا کار ماهی میگن. انا همین پوستش این سازبه کشیده میشود. انا یا اینکه اگر این دسترس نباشد و کم باشد انا پوستی دلی گاو من تار بیام پوستی دلی گاو میکنن این بیام میکنن. اکنون اگر رباب بکنن اگر آوازش بلندتر میبرد، نازکتر است. نازکتر. اگر پرداش اگر لیسکه باشد اگر و پوستی دلی گاو ترق میبرد. اگر اینجا آهنگ با آهنگ رسد اگر آواز سخت بلند میبرد که های آسمی صبح این سال پوستی لقه ماهی از پوستی دلی گاو نگاه کرده سال غاوستر ملایم ترام پس غاوستر که های خدرم آواز سال درونش جایگرون با فورامتر میشد. از پوست لقه ماهی هست. پوست لقه ماهی این همه حالت به ساز نواز نه ساز تراش با ساز نواز باید که همکاری داشته باشد. انا بعد فکری ساز نواز برای ما مهم است که ما اینا فکری و آهاکری نگاه کرد بسیارتر همین کارهای انجام دهیم. با اکثر هنرمندان معروف کشور همکاری داریم. البته استاد جورابک نبیف، مرادف جورابک نبیف جورابک مرادف انا مستان ارگاش و انا بعد بهادر نعمتوف. یعنی برای شما فکر و عقیده مطربان خیلی مهم است. مهم است. انا آرایش خیلی عجیب هم دارد. این از چی است اون گل‌هایی که بر روی گل حاضر به این از اکریل میگوییم صدف. مثلا اگریم حاضر همین رو بگم من از این صدف کرده میشد. من که اینجا صدف کردیم من این از درون دریا گرفته میشد. سفالک راکوشکه میگه همون گرون قویت همین برده جو کرده اونجا هم خیلی که این صدف باشد و پلاسماسی سفید میگوییم. اکنون اینجا جو میشه. انا مثلا گیریم من این خوش قفا سیم کاش میگن این از استخوان ساخته شده است. من خرکشم از استخوان. من بالشم استخوان. این بیان استخوان جو کرده میشه. تشکر زیاد. خیلی خیلی جالب است و ساز تراش تاریخ خیلی قدیمه داره در میان مردمی ما. چون که گفتن یعنی ساز در همکاری با هنرمندان روی کار میاد. یعنی فکری رامشگران برای ساز تراشان خیلی مهم است. یعنی که کاری مشترک است. ببینید اولین ساز تراش خودش هنرمند بود. چون برای خودش میساخت. ببینید تاریخش ببینید. و کسب جدا نبودن. هنرمند خودش طبع خودش و موافق یک ساز موسیقی کشف کرد همین ساخته بعد خودش در همین هنرنمایی کرد. اکنون رفته یک کسبیت جدا شد. البته خودی ساز تراش باید احساس موسیقی خوب دانسته باشه، خودش هنرمند باشد. من مثلا بسیار هنرمندا خودشون ساز تراش بودن. من مثلا مثل معروف حاجی بهادرов اینا ساز یک عمر ساز خودشون ساز تراشیده است. یک استای سازشون استفاده نکردن. و من در رساله هایم بسیار در سرچشمه های ادبیات های موسیقی میبینم که خودی هنرمند خودش باید ساز تراش باشد یا موافق طبع خودش باید ساز تراشیده تواند. بسیار در مثال بسیار هنرمندا اینا میبینیم. عبدالله نظریف مثلا خودشون مخصوص یک سازهای مخصوص برای خودشون میساختن. انا اکا شریف جورایف مثلا یا اینکه اودینا هاشم هم دنبرک خیلی چیزای انتخاب میکردن برای خودش. این چی است؟ این هنری ساز تراشی با هنرمند خیلی با همدیگر وابستگی دارد. تشکر زیاد. سلامت باشید. واقعا خیلی لذت بردم از صحبت شما، از حضور شما. خیلی غذای معنوی برداشتم از این برنامه. دوستان عزیز، ما به انتهای برنامه گنجور هستیم. این برنامه را از شهر خوجند تهیه کردیم و در حلقه هنرمندان محبوب این دیار که اطراف ساز رباب، اطراف ساز تراشی
صحبت‌های جالب داشتیم و با ساز رباب آهنگ‌های دلنشین نیز اجرا کردند و با یک ترانه دلنشین برنامه ما به اتمام میرسد. به شما روزگاری خوش تمنا دارم میگذارم که همیشه موسیقی به خاندان شما شادی و سرور بیارد. خیر. نیست غیر از تو دستگیر ای دوست، نیست غیر از تو دستگیر ای دوست، دستی افتادگان بگیر ای دوست، دستی افتادگان بگیر ای دوست. آفتابی تو ما چون ذره همه، تو بزرگی و ما حقیری دوست، تو بزرگی و ما حقیری دوست. گرچه نقد از قلب دل بی‌پذیر، که توی یاری دل پذیر ای دوست. با که گویم تو را که مانندی، چون نمی بینمت نظیر ای دوست. در همه ملک پادشاست کمالی، تا که در دستی تو اسیر ای دوست. در همه ملک پادشاست کمالی، تا که در دستی تو اسیر ای دوست. تا که در دستی تو اسیر ای دوست.